بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران و خواهران مهربان، درس امروز از نواقض اسلام می باشد. یعنی آیا کسی که مسلمان شود بعد از مسلمان شدنش شاید پس به سوی کفر یا کار کفر را کند یا خیر؟ بعضی از مسلمان های امروز این گمان را دارند که کسی مسلمان شد هرگز هیچ وقت از او نواقض اسلام نمی آید. لکن اگر ما قرآن را به طور تفسیری صحیح بخوانیم و در تاریخ اسلام ببینیم، می‌دانیم که اسلام فی نفسه یک مانع از کفر نمی شود تا که خود مسلمان این موانع را به وجود نیاورد. یعنی اگر می‌خواهی که هیچ وقت نواقض اسلام از پیشت پیدا نشود، باید که اسلام را بر حق و حقیقت بدانی و به آن عمل کنید. هر وقتی که اسلام را بر حق و حقیقت دانستیم و به آن عمل کردیم، هرگز کفر و شرک از مسلمان واقع نمی شود. اما کسانی که حقیقت اسلام را نمی دانند و کفر و شرک را نمی شناسند، آنها نمی توانند که خود را از نواقض اسلام دور سازند. در قرآن کریم خداوند باری تبارک و تعالی این مسئله را بیان کرده که بعد از ایمان بعضی کسانی هستند که آنها پس سوی کفر یا کارهای کفر از پیششان می شود، چنان که رب العالمین فرموده: ان الذين آمنوا ثم كفروا. بشنوین پسران و دختران عزیز که باری تبارک و تعالی فرموده کسانی هستند بی شک و شبهه که آنها ایمان آوردند، ثم کفروا، باز پس از پیش آنها کفر ظاهر شدند. ثم کفروا، بعد از ایمانشان کفر کردند. و همچنین ما می‌دانیم که علم تنها بی عمل کدام ممانعتی از نواقض اسلام نمی باشد. تا که علم و عمل نباشد، یعنی اگر کسی شهاده توحید و ارکان اسلام و ایمان را قبول کرد، گفتند اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، لكن بعضی
از مدت دیگر، زمانه دیگر گفتند که حج نیست، یا انکار کردند از زکات یا از روزه یا از نماز، یا دو زدن، سخنهای بد گفتند برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا برای صحابه کرام. پس از پیش این طور مردم ها، این طور انسان ها، این طور جنیت ها اسلام رفتند. نواقض اسلام زیاد هست، چیزهایی هست که تعلق به دل دارد، چیزهایی هست که تعلق بر زبان دارد، چیزهایی هست که تعلق به کار و کردار دارد. و خاطر این علامه بدرالرشید الحنفی یک کتاب جور کردند به نام الفاظ الکفر، به صدها لفظهای از نواقض اسلام در آن کتاب ذکر کرده و در هر مذهبی از مذهبای اسلام یک کتاب و یک باب هست به نام نواقض اسلام یا به نام کتاب و احکام المرتدین. خو اگر کفر و شرک واقع نمی شود از مسلمان، پس چرا این کتاب را در کتابهای خود ذکر می کنند؟ پس چرا این باب از ابواب فقهی مهمی را در کتابهای خود ذکر می کنند؟ چرا که علمای اسلام به طور یقینی می دانند و اجماع دارند که اسلام نواقض دارد، مثل که وضو نواقض دارد، همچنان اسلام نواقض دارد. و خاطر این که نواقض اسلام بسیار هست، ممکن نیست که صدهای آن نواقض را ما اینجا ذکر کنیم. 10 تا از نواقض اسلام را ذکر می کنیم که زیری هر کدام از اینها 10 قسم و قسم از نواقض اسلام واقع می شود. بدان ای پسر و دختری عزیز که نواقض اسلام 10 چیز است و آن مهمتر هست. اول، شرک آوردن در عبادت خدای یکتا و برای او شریک قائل شدن. باری تبارک و تعالی می فرماید إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. یعنی بیشک و شبهه الله تبارک و تعالی شرک را نمی بخشد. شرک آوردن نمی بخشد. لا یغفر ان یشرک به، هیچ وقت نمی بخشد گناه کسی را که آن شرک می کند.
و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، و می بخشد غیر از نوع شرک هر گناهی که غیر از شرک باشد. لمن یشاء برای کسی که بخواهد پروردگار عالم. یعنی این آیت کریمه دلالت به این می کند که کسی اگر در عبادت پروردگار شرک آورد آن را باری تبارک و تعالی نمی بخشد. خاطر همین عیسی علیه السلام برای قوم خود همین را گفت و همین سخن را بیان کرد: و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. یعنی کسی که به خداوند شرک ورزد، خداوند بهشت را و جنت را بر او حرام کرده است و جایگاه او در جهنم است و ما للظالمین من انصار، و ستمگران هیچ یار و یاوری ندارند. وقتی که نصارا عبادت خدا را می کند، عبادت الله را می کند، ولکن همچنین با الله شرک می آورند، بعضی از انواع عبادت ها را برای عیسی و یا برای ملاها و پیرها هم می کند. خاطر این رب تبارک و تعالی پروردگار عالم این سخن عیسی را در قرآن به ما بیان کرده که شما ای مردم های، ای کسانی که مسلمان هستید، خود را از این طور و طرز شرک دور بسازید. و از جمله شرک در عبادت خداوند متعال ذبح و قربانی برای غیر از خداست. مثل کسی که قربانی کند برای جن و شیطان و ذبح و قربانی بر سر قبرها کند یا برای جنی ها کند که از شر آنها دور شود. دوم ناقضی از نواقض اسلام چیست؟ دوم کسی که بین خود و بین خدا واسطه قرار دهد و از آن واسطه شفاعت بطلبد و بر آن توکل کند. چنین کسانی که میگویند که ما عبادت بتها را میکنیم و بتها مایان را پیش پروردگار نزدیک میکنند، یا میگویند که مایان عبادت ملائکه ها و فرشته ها را میکنیم و آنها برای ما از پیش خدا میطلبند. چنین اشخاص اجماع علما و دانشمندان اسلام بر کفر آنان است. یعنی کسانی که این عقیده را داشته باشند، معتقدند که عبادت حق غیر از خدا هست و به غیر از خدا عبادت میکنند
و از آنها میطلبند که آنها از الله بطلبند، این یک قسمی از اقسام شرک اکبر هست، یک ناقضی از نواقض اسلام است. خاطر این رب العالمین تبارک و تعالی بیان کرده حال مشرکای زمانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که آنها دعوا می کردند، ادعا داشتند که مایان بالای و سر دین ابراهیم خلیل الله هستیم. پس رب العالمین برای آنها این بیان را کرد: ما کان ابراهیم یهودیا، هرگیز هیچ وقت نبود ابراهیم علیه السلام از ملت یهودیت یا برای یهودیت، ولا نصرانیا، و هرگیز و هیچ وقت نبود به ملت و طرز و طریقه نصارا، و ما کان من المشرکین، هرگیز هیچ وقت نبود از کسانی که آنها شرک می کردند. ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین، لكن برای حنیفیت، برای توحید، از کفر دور بودن، مسلما مسلمان بود، حق و حقیقت توحید را اظهار کردن به علم و عمل، به دل و زبان. و ما کان من المشرکین، هرگیز هیچ وقت نبود از کسانی که آنها شرک میکنند. سوم نواقض اسلام چی است؟ سوم، کسی که مشرکان را کافر ندانند و یا اینکه در کفر آن مشرکان شک و تردید داشته باشد و یا اینکه مذهب آن مشرکان را صحیح بدانند، کافر است. مثل که بعضی مردم های امروز متأثر شدن به غربیت و شرقیت، میگویند شاید دین نصارا هم حق باشد و دین اسلام هم حق باشد. حق یا توحید هست بدون شک، یا شرک می باشد. این طرزی نمی شود که یک انسان خود را مسلمان می گوید و خود را به جمله مسلمان ها حساب می کنند، بعد از آن می گویند که یهودیت و نصرانیت یا کمونیستی و امپریالیسمی و یا سوسیالیسمی و یا اشتراکی این هم حق هست. این الدین عند الله الاسلام. باری تبارک و تعالی می فرماید بی شک و شبهه دین به نزد الله اسلام هست. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. کسانی که قبول میکنند غیر از اسلام کدام دین دیگر را، هرگیز از آن الله قبول نمی کند عملشان را. فلن يقبل من، هیچ وقت قبول نمی کند الله تبارک و تعالی از او
عملهای نیک آن را. چرا؟ که در دین اسلام شک دارد یا بر دین اسلام محکم و یقین ندارد. چهارم از نواقض اسلام، چهارم ناقض از نواقض اسلام چی هست؟ کسی که اعتقاد داشته باشد که طرز و طریقه غیر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاملتر و بهتر است، یا پیروی غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملتر و بهتر است، یا از هدی و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم و یا این که بگوید حکم و قضاوت غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بهتر است از حکم و قضاوت پیامبر صلی الله علیه و سلم. مانند کسانی که حکم و قضاوت طواغیت و قوانین باطله را بهتر می‌دانند، یا این را میگویند که قوانین غرب و شرق مساوی از دین خدا هست، یا این را میگویند که قوانین سوسیالیسم یا کمونیسم یا قوانین اسفندیار و رومی ها بهتر و یا مانند دین اسلام می باشد. این یک ناقضی از نواقض اسلام هست. هر کسی که این اعتقاد را داشته باشند که یک حکم و یک قانونی غیر از حکم و قانون اسلام بهتر از حکم اسلام هست، هر کسی که این عقیده را داشته باشند آن در جمله کافرها شمار می شود. پس فرض و لازمی هست سر هر مسلمان که این عقیده را در دل خود داشته باشند و به زبان خود همین را بیان کند که هیچ وقت دین و عقیده یا حکمی غیر از اسلام به مانند حکم اسلام نمی تواند که بشود یا نه هم هست. چرا؟ که حکم اسلام از طرف رب العالمین می باشد. حکم اسلام بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد، اما حکم های مردم ها آن از نتاج از دانش فکری آنها می باشد یا از نتاج و دانش خواهشات آنها می باشد. پنجم از نواقض اسلام چی هست؟ پنجم، کسی که به چیزی از آنچه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امت اسلام از هدایت بشری و قضاوت و حکم به قرآن و سنت آورده بغض داشته باشد، یا آن حکم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده از آن حکم نفرت داشته باشد، به این مسئله باید مؤمن، زن مسلمان، مرد مسلمان در دل خود راضی باشد از احکام
که رب العالمین نازل کرده، از احکامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیانش را کرده. اما حکمهای ملاها یا عالمها یا دانشمندها اگر موافق حکم الله تبارک و تعالی باشد یا موافق حکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، آن حکم را سر چشمهای خود سر خود می اندازیم و قبول داریم. ششم، هر کسی که به چیزی از دین مبین اسلام مسخره و رشخند کند، همان دینی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را از طرف باری تعالی آورده و یا از ثواب و نیکی و پاداش آن و یا از جزا و عقاب آن کافر شود. دلیل آن باری تعالی می فرماید: قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بگو آیا به الله و آیات او یعنی قرآن و پیغمبر او یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم استهزا و مسخره می کردید؟ از کار خود عذر خواهی نکنید، زیرا کفرتان بعد از اینکه تظاهر به ایمان می کردید ظاهر و اشکار گردید. هفتم، سحر و جادوگری آنچه شامل آن می شود از قبیل دوستی بین دوستان و جلب آن برای دیگران و کسی که آن را انجام دهد و یا از آن راضی شود کافر شد. و دلیل آن قول باری تعالی است که می فرماید: و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. این دو شخصی که ظاهراً میگویند ما صالح هستیم، آموزش و دانش نمی دهد برای کسی که تا که بگویند برای آنها که ما حقیقت برای امتحان آمده ایم تا دانسته شود چه کسانی کفر را بر ایمان ترجیح می دهند و طالب فرا گرفتن سحر می شوند. پس تو ای شنونده کفر ممکن و سحر طلب نکن، زیرا که با عمل کردن به سحر کفر شخص ظاهر می شود. چرا سحر و جادو کفر می باشد؟ خاطری دو مسئله. یک مسئلهش این که سحر و جادو ممکن نیست که واقع شود تا انسان به جنیات و شیطانها کدام شرکی نکند. دوم، ممکن نیست که سحر و جادو کسی برایت بکند تا که او کس اهانت و برای قرآن نکند، اهانت دین را نکند، اهانت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نکند. حتی به این درجه هم بعضی از سیرگرها، بعضی از جادوگرها، بعضی از ساحرها رسیدند که آنها آیتهای قرآن را بخونی حیز و بخونی نجس می نویسند. چرا می نویسند؟ خاطر این که سحرشان زیادتر از رای جنیات عمل پیدا کند. هشتم، پشتیبانی
و یاری کردن مشرکان بر ضد مسلمانان. و دلیل آن قول باری تعالی است که می فرماید ومن یتولهم منکم فإنه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. یعنی هر کسی که از شما مسلمانان به آنان یعنی یهود و نصارا دوست گیرد و از جمله آنان به شمار می رود، یقینا خدا برای راست نمی رسانند کسانی که به خود ستم می کنند و یا کافران دوستی برقرار می کنند. اگر هر مسلمان با یک کافر استاد شود خاطر این که دینی کافر را ظاهر کند، نمی خواهد که دین اسلام یا مسلمان ها سرشان بالا شود یا نام اسلام بالا شود، شب و روز کارش همین هست که با کافرها استاد هست چطور بتواند که نام کافرها را بلند کند یا دموکراتی کافرها را بلند کنند عیاذا بالله. نهم، کسی که معتقد باشد که بعضی از مردم می توانند از شریعت و دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم خارج شوند همچنان که توانستند از دین موسی علیه السلام خارج شده الخضر علیه السلام. بعد از بعثت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرض و لازم هست سر همه انس و جن که آنها تابعداری پیغمبر صلی الله علیه و سلم را کند ظاهرا و باطنا، حقیقتا و شریعتا. اما کسی که این عقیده را داشته باشند که من در شریعت بر دین موسی بر دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستم، لکن در حقیقت دینی خود را از پیش الله میگیرم، این نوعی از انواع ردت و کفر می باشد. باید مسلمان از این کار دور باشد. هیچ کسی نمی تواند که از شریعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیرون شود و خود را برای الله برساند بعد از آن که رب العالمین محمد صلی الله علیه و سلم را برای انس و جن روان کرده. رب العالمین در قرآن می فرماید قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. بگو ای پیغمبر ما برای همه مردم صدا کن ای مردم ها انی رسول الله الیکم جمیعا، بیشک من پیغمبر الله هستم برای شما همه. هیچ کسی نمیتواند که راه بهشت و جنت را پیدا کند و حاصل کند بی راه اسلام. دهم، کسانی که اعراض نمودن از دین خدا و عمل نکردن به آن، یعنی اشهد ان لا اله الا الله میگویند باز به بت‌ها سجده میکنند، میگویید برایش که این کفر و شرک است، هیچ کدام اهتمامی ندارند به دین الله، هیچ کدام اهتمامی ندارند به توحید و به معنای شهادت توحید و شهادت رسالت. این صفتی از صفتهای منافقا هستند که رب العالمین فرموده ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. چه کسی ستمگرتر است از فردی که
آیات پروردگارش به او یاد آوری شد، سپس او از آیات روی گردانی کند، هیچ کس ستمگر از او نیست. ما از جنایتکاران انتقام میگیریم. برادران و خواهران مسلمان، در تمام این نواقض و مخالفت‌های بین این که انسان جدی باشد و یا این که شوخی کند و یا از انجام آن بترسد، هیچ فرقی وجود ندارد، مگر کسی که مکره یعنی مجبور شود به انجام آن عمل در حالی که او راضی نیست. چنانکه در قرآن رب العالمین فرموده الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. یعنی اگر کسی وضو کرد، بعد از وضو یک ناقضی از نواقض وضو از پیشش شد، کدام فرقی ندارد که این ناقض از نواقض وضو از پیشش شد به طور جدی یا به طور شوخی، وضوعش باطل می شود. همین چنان کسی که شهاده توحید را اقرار کند و شهاده رسالت را اقرار می کند، بعد از آن به طور شوخی یا به طور خوشی این نواقض را می کند، آن از دین اسلام بیرون می شود، از دین اسلام برطرف می شود. و همه اینها از گناهانی کبیره می باشد که مردم در آن واقع هستند و هیچ وقت الله این نوعی از انواع شرک در جهان هستند در دینهای نامهای مختلف از آن پیش آنها واقع هست، آن را خدا نمی بخشد اگر آنها سر این کارها، سر این اعتقادها بمرند. هیچ وقت الله تبارک و تعالی نفاق اکبر را نمی بخشد، شرک اکبر را نمی بخشد، کفر اکبر را نمی بخشد برای کسانی که آنها سر این کارها مردند. چنانکه رب العالمین در قرآن فرموده ان الذين كفروا، بیشک آن کسانی که آنها کافر شدند و صدوا عن سبیل الله، باز به ضد اسلام کارهای کردند، ثم ماتوا وهم کفار، باز آنها مردند به حال کفر خود، فلن یغفر الله لهم، هرگیز هیچ وقت مغفرت نمی کند الله آنها را. و باید مسلمان بداند که مهمترین چیزی که در دل تو است ای مسلمان، آن توحید می باشد. باید این جوهره توحید را، این طلای سرخ بهترین طلا است در دل تو، باید این را نگاه کنید. از گپهای شرک، از کارهای شرک، از اعتقادهای شرک دور بگردید. چطور می توانید که کارها و سخنها و اعتقادهای شرک را بدانید؟ تفسیر و ترجمه قرآن را به طرز صحیح بخوانید. از الله تمنا دارم که ما و شما را سر توحید محکم کند و ایمان ما و شما را زیاد کند تا از شرک و کفر دور باشیم و دور هنوز هم شویم. و صلی الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.